Finalmente. Inajata idamon inajata besta oxi. Besta inajata shida shaxajon zaira. ای حاجی دریافتم. یاد میدانین که در داخل اینترنت اینا چیکار میکنن؟ اینها با طریق اینترنت زنا میکنن. چگونه در اصل وجود داشت، من این داشت، این سخن من شنیده بودم، لیکن باز وقتی این برادر پیشنهاد کرد، گفتن صورت میبراید از ممکن دولت‌های روسیه باشد، دولت‌های امریکا باشد، یک صورت دختر میبراید. از این طرف این جوان ما و شما، از اون طرف آن دختر با یکدیگر صحبت میکنن و در حالت صحبتشان سر میکنن. مثال وای از اونجا میگوید تو لباس تا بدر کن، کرته تا بکش، وای هم کرتش بدر میکند. وای از اون طرف این جوان تماشا دارد، این جوان از اینجا اون زن تماشا دارد، وای لباس میکشد، فلان شکش فلان ش میکشد، با طریق همون اینترنت با یکدیگر زنا میکنند. آیا این گناه نیست؟ نخواد در اینترنت ما و شما وقتی داخل میشویم اینقدر علم های زیاد ماندگی، اینها را آموختن برای ما و شما ضرور است، نه با طریق اینترنت زنا کردن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید العینان تزنیان و زناهما النظر. همین برابری است که انتناها همه منفسات کرده است، بس نیست؟ رسول اکرم میگوید چشم ها هم زنا میکند. زنای چشم چیست؟ نظر کردن بر حرام کرده های الله، این هم زنا میکند. جوانای عزیز بسیار هوشیار باشید، کار کنین که حیات هاتون از دست ندهیم. ما امروز غم دخترهامون هم میخوریم، لیکن همون بچه‌ای که در مکتب میخواند و همون هم زناکار باشد، همین هم یک داغ همون خاندان ما و شماست. بسیاری ما و شما یک عقیده نادرست داریم که بچه هر کاری کند کردن گیرد، لیکن دختر نکند. چی بچه دستی به زنا زند، چی دختر دستی به زنا زند، هر دو در گناه برابر است. هر دو این ما و شما را شرمنده میکند. امروز چیز بسیار عادی شده به جوان راحت پشت گوشی با دهات و ارتباط نامشروع داره، نماز هم میخواند، گریه هم میکند، روزه ماه مبارک رمضان هم میگیرد، ولی راحت استماع میکند با شوق به سخن یک دختری که از پشت گوشی به همراهش صحبت میکند. پس عزیز من، امام ذهبی در الکبائر میفرماید روز قیامت زبانی که نطق کرده به خاطر زنا شاهدی میدهد، گوشی که نطق کرده، گوشی که شنیده سخن زنا را شاهدی میدهد، دستی که به سمت زنا دراز شده شاهدی میدهد، پایی که به سمت زنا حرکت کرده شاهدی میدهد. و امام ذهبی رحمت الله علیه میفرماید شاهد این کلام من این آیه قرآن است. بسم الله الرحمن الرحیم یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون. روز قیامت شاهدی میدهد زبانهایشان، شاهدی میدهد دستانشان، شاهدی میدهند پاهایشان. عزیزان من، و خدا قسم این زنا آنقدر خدا را ناراض میکند، آنقدر الله را به خشم میآورد. در ذیل این آیه میفرماید ولا تقربوا الزنا، در مقدمه های زنا نزدیک نشوین. چی هست؟ میفرماید چشم چرانی نکنید که این منجر به زنا میشود. بعدش میفرماید ولا تقربوا الزنا، فیلم های مبتذل تماشا نکن که تو منجر به سوی زنا میشود. به موسیقی گوش نده که آخرش و نتیجه زنا هست. چقدر جالب الله میفرماید ولا تقربوا الزنا. ای مسلمان، ای امت محمد امین صلی الله علیه و سلم، ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید. خود الله میفرماید انه کان فاحشه، زنا عمل بسیار زشت و کریهی است، عمل بسیار ناشایسته است. و ساء سبیلا، چی بد راهی است، چی بد راهی است اون کسی که به سمت زنا میرود. حدیث امام ترمذی است، 2625 رقم حدیث است. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اذا زنا العبد
خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة فإذا خرج من ذلك العمل رجع إليه الإيمان. وقتی یک بنده مسلمانی که نماز میخواند، حج کرده است، ریشش سفید هست یا جوان هست، وقت زنا میکند، در وقت زنا خدا ایمان را از سرش بیرون میکند. ایمان را از سرش بیرون میکند. تا زمانی که مثل یوسف زندگی نکنیم من و تو عزیز من، تا زمانی که زلیخاها را دست رد به سینه‌شان نزنیم، تا زمانی که از زلیخاهای زمان فرار نکنیم، این را بدانید که روز قیامت شرمسار میشوید. پناه بر خدا، الله ما و شما را از این بدبختی نجات بدهد. این قباحت و مذمت زنا آنقدر زیاد است عزیز من که رسول صلی الله علیه و سلم عرض میکنند کسی که زنا میکنند 6 تا خصلت برش پیدا میشه. چند تا خصلت؟ 6. 3 تا خصلت در دنیا و 3 تا در آخرت. 3 تا صفت در دنیا و 3 تا در آخرت. زنا 6 خصلت داره. هر که دستش به زنا آلوده است، شرمگاهش به زنا آلوده است، این 6 تا صفت زنا در وجود اون پیدا می شود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اولین صفتش این زناکار وقت زنا می کند در چهرهش نور ایمان باقی نمی ماند و قیمتش، بهایش، ارزشش هم به پیش خودش از بین می رود، هم به پیش جامعه. هیچ وقت مردان نیک خدا به اون دعا نمی کنند. از دعای صالحین محروم است اون کسی که به زنا نزدیک شده و زنا کرده است. و بعد رسول صلی الله علیه و سلم فرمود دوم فقیری رهایش نمیکنه. اگرچه ثروتمند باشه وقت دستش به زنا آلوده شد، وقت زنا کرد دامنش را فقر میگیرد. از زنا یورث الفقر، کسی که زنا میکند اون را فقیر میسازد. این زناکار همیشه فقیر است. و بعد رسول صلی الله علیه و سلم فرمود زناکار عمرش کوتاه میشود. این 3 تا خصلت زنا در دنیا، 3 تا خصلت زنا در آخرت. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید وقتی که با پروردگار خود روز قیامت روبرو می شود خدا خشم گرفته به این بنده. الله خشم گرفته، با نظر پر از خشم به سوی این بنده نگاه می کند. دوم حساب و کتابش در کنار ترازو و میزان خیلی سخت است. و سوم خلود در آتش جهنم است. یک عمر دراز، یک عمر طولانی در داخل جهنم میماند. زن آمد به پشت رسول خدا صلی الله علیه و سلم نماز میخواند. این آیه را رسول خدا تلاوت کرد. وقتی این آیه به گوش اون زن رسید بیهوش به زمین افتاد. بیهوش به زمین افتاد. بعد آمد به محضر حضرت رسول عرض کرد یا رسول الله این روز آیه از قرآن نازل شده به شما که قلب مرا تکه تکه کرده است. رسول خدا فرمود کدام آیه است؟ گفت این آیه لها 7 ابواب، جهنم 7 دروازه دارد. چند دروازه؟ 7 دروازه دارد. امروز از زندان یک انسان مثل خود ما در ترس و هراس. امروز از پلیس میترسیم، از عساکر امارت میترسیم که مبادا دستگیر شویم، به زندان بیفتیم، شکنجه شویم. این آیه قرآن را فراموش کردیم عزیز من. لها 7 ابواب، جهنم 7 در دارد. لكل باب منهم جزء مقسوم، در هر در جهنم پروردگار یک حصه از جهنمی ها را می اندازد. در هر در از این درها وارد می شوند. عطا ابن ابی رباح می فرماید لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم، جهنم 7 در دارد. یکی از این درهای جهنم را روز قیامت در داخل جهنم باز می کنند. چنان بوی متعفن از این دروازه جهنم بیرون می شود که به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد امام ذهبی رحمه الله می فرماید چنان بوی از این دروازه جهنم بیرون می شود که اونهایی که در عذاب خدا در داخل جهنم هستند فریاد میزنند که خدایا این عذاب بس نبود که این بوی خطرناکی که ما را تباه کرده و اذیت ما کرده، ما را دیوانه کرده، این بوی از کجا آمد؟ الله عرض می کند این بوی از شرمگاه زناکاران و امت رسول الله. این بوی
از شرمگاه مردان و زنان زناکار امت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یعنی بوی بسیار متعفن و زننده از جهنم بیرون می شود که اهل جهنم به اذیت می شود. این بوی را عطا ابن ابی رباح می فرماید از شرمگاه مردان و زنان زناکار است که به اهل جهنم پراگنده می شود و اونها را اذیت می کند.